Соҷон, як савол дига дорам аз барои Аллоҳ. Дар ҳамин ҳаётам ке корои номахфуз кардам, хай тавбаи насӯҳ кардам. Ман ҳамун гуноҳҳо ба сарам ба пеши рӯ меояд. Мақсад ба худкушӣ даст мезанам. Ҳамин ҷа бисёр хидматшон мебинам. Ҳамин мақсад дуои бад мекунам дар худам. Мегӯям чӣ ба ман корро кардам, боз ина намекунам. Мегӯям ҳамин ҷа худкушӣ дар даст мезанам. Бисёри бад. ҳамин ҷа чӣ кор кунам ман, устозҷон? لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در حق خودتون دعای بد نکنید. و اینچنین در حق فرزنداتون. بسیار پدر و مادرها زبانشون برای دعای بد هر یک نافرمانی که از طرف فرزند میشه دعای بد میکنه. اون دعای بدی که در حق فرزند میکنید او برای خودتون است. اگر فرزندتون با اون دعای بد گرفتار میشه بعد از اون با خودتون عذاب میکشید. بنابراین دعای بد همیشه دعای نیک کنید در حق خودتون هم در حق فرزنداتون هم. این یک. دومش این که خودکشی علاج یگان مصیبت و بلا نیست. ما انزل الله داء الا انزل له دواء. هر یک دردی که الله تعالی نازل کرد دوا هم نازل کرده است. بنابراین فقط تداوا یعنی طبابت کنید، یعنی اون دردها را علاج ها کنید. هر یک مشکلی علاج داره، هر یک بلا علاج دارد، فقط با راه درست. قرض یا که از این هم مصیبتی کلام هر چی باشد علاجش خودکشی نیست. کسی خودکشی میکند تا روز قیامت گشته خودش کشته میگیرد. با کارد زد خودش، با کارد زده هم میگیرد. الله تعالی گشته زنده میکند با خودش میکشد. یعنی که درد و الم همون کشتین خود را چشیدن میگیرد تا روز قیامت. کسی خودش آتش زده است، خودش آتش زده میگیرد. الله تعالی گشته زنده میکند، خودش آتش زده میگیرد. همین عذاب کشیدن میگیرد. با کدام راه کشته باشد همین خیلی خودش میکشد. الله به او گشته جان میدهد، خودش با میکشد. همین عذاب تا روز قیامت کشیدن میگیرد. بنابراین علاج نیست. و یا آدم مثلا پولش گرفتید بعد قرض نداده از دنیا گذشتید، به این خودکشی صاف نمیشید. روز قیامت او پراتسین میزند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که پیش از آن که دینار و درهم شود در این دنیا صاف شوید، حلال شوید. در این دنیا آسان‌تر از سبک شدن. او دنیا دیگر از ثواب‌هاتون داده میشه. ثواب‌هاتون تمام شد، گناه‌های و آقا بر ذمه شما داده میشه. آدم قرضدار ثوابش اگر باشد، ثوابش گرفته به آدمای صاحبای ملک داده میشه، صاحبای پول. اگر پولاش ثوابش تمام شد، گناه آنها به گردن این داده میشه. اونها سبک میشن. بنابراین اصلا آدمی که به الله تعالی ایمان دارد، کسی او رو فریب میدهد، پولش نمیدهد، پروا ندارد. چون که روز قیامت پرسنتی کلانش قطعی میگیرد. مقصدش اگر در این دنیا زندگی کرده اجری عظیم به آخرتش پیشکی فرستانیدنی باشد، این هم یه راه است. آدمی ایماندار زیغ نمیشد وقتی که مردم او را فریب میدهند، پولش نمیدهند. چون که فردا حساب کتاب از روز قیامت. بعد اونجا هیچ کس نمیبخشد. این دنیا دا ممکن اگر به نزد قرضدار روید و بودگی پولتون دهید، هر ماه همین کم است، مون است، بسیار است، برده وقتی که پول میتید میبیند که شما حرکت دارید ولی داده نمیتونید، احتمال است که بخشد. اما روز قیامت نمیبخشد. پدرش نمیبخشد. یگان کس روز قیامت نمیبخشد. غیر الله تعالی دیگر کسی را نمیبخشد. و این حقوق اگر به حقوق آدمی تعلق داشته باشد و یا غالبا یعنی که قاعده همین است که حقوق آدم ها مبنی به مشاحه طلبات دارد. اما حقوق الله تعالی باشد، الله تعالی ذات عفو و کریم است. احتمال زیاد است که الله تعالی اگر بنده مؤمن باشد بخشد. اما حقوق آدم ها را نه. چون که حقوق آدم ها هست. شما حقوق آنها را پایمال کردید، باید حق آنها از شما ستانیده شد، به آنها داده شد. بنابراین خودکشی هیچگاه راه حل مسئله نیست. چی مصیبتی که دارید، چی مشکلی دارید، اگر خودکشی کردید اون بدتر میشه. مثلا بعضا صبری از بلای و درد بیماری ندارن. بیمار هستن خودشون میکشن که خلاص شوم. نه، این راهی آزاد، راهی خلاص شوی نیست. یا قرضدار هستید یا دیگر هستید یا دوست داشتون به دیگر کس به شوهر برآمد یا شما رو نگرفت، این راهی نجات نیست. هر یک مصیبت، بلا، مشکلی علاج خودش دارد برادران. بنابراین با راهی درست طبابت کنید، علاج خودش استفاده برید. بنابراین هیچگاه دست به خودکشی نزنید. این از ضعف عقیده هست. کسی که به خاطرش خودکشی میبیاید به ذهنش، یعنی وریانتی ب، اگر این حل نشد خودم میکشم، این آدم ضعیف است. این آدمی که در عقیده از اسلام دور است.
آدم دیندار به تمام بلاها صبر میکنه، همش پشتی سر میکنه. این بلاهای دنیا همش سبوک است. بنابراین برادر عزیز، هیچگاه به این عقیده، به این فکر و گمان ها، یعنی که و به این عمل ها دست نزنید. الله مشکلاتون آسان کند، روی به شریعت بیارید، از احکام شریعت باخبر شوید، از الله تعالی حاجتهای خود را بپرسید. الله تعالی مالک ملک است، قدرت در دست اوست، ملک از آن اوست، حاجت برار است الله تعالی.